در ما یک ویتامین بسیار قیمت نام او ایمان است. بسیار ویتامینی بگیم لازم در کار برای هر یک قدم ما هست که الله سوره حجرات داریم آیت 8 میگه فضلا من الله و نعمتن. ببینیم برادرای عزیز، همین ایمان، همین صدق، صداقت، همین باوریه که حاضر ما و شما را الله داده است، خداوند ایرا فضل خواند، ایرا نعمت خواند. ولی نعمت های الهی بسیار برادران، همین زبانی که از من حاضر گپ زده است نعمت است. چشمی که شما را میبینم نعمت است، گوشی که شما را میشنوم نعمت است، این دستایی که حرکت میکنن نعمت است. استادی ما را خدا رحمت کنه در خارج میخوندیم، میگو که وقتی گرسنه میشه می نعمت است. گرسنه شدن نعمت است، تشنه شدن نعمت است. یکی همه اینا حقیقتا نعمت است. ولی برادرها این نعمت ها تا زمان مرگ مونه. همین مرگ که آمد نعمت چشم تمام، نعمت شنوایی تمام، نعمت دیگر دست همه حرکت تمام. نعمتی که با ما باقی مونه الان نعمت ایمانه، همون نعمت اسلام است، همون نعمت قرآن است که در ما باقی میمانه. ببینید بعد از مرگم او از ما جدا نیست. برای همین حضرت مولوی را خدا رحمت کنه میگو شکرگو ای دل که در خیلی مسلمان آفرید، عارفی خود کرده هم با نور ایمان آفرید. همیشه هر یک انسان باید برادرها همین وقتی که همین روزی ده برای مسلمان بدن شکرگزاری که الحمدلله میگه بگو که من مسلمانم، زیرا که الله مهربان گفت این دین عند الله الاسلام، دینی که پیش من آبرو داره، پذیرفته میشوه، قدر میشوه، این اسلام است. ببینیم برادر عزیز، اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الله مهربان میگه از مسلمان شدن تان من رازگی ما اعلان میکنم. تو مسلمان شدی من رازگی ما در تو اعلان میکنم. من از تو راضی میشم وقتی تو مسلمان میشی. برای همین برادرای عزیز این بسیار یک نعمت بلندی هست. عزیزای خدا میگن که انسان میگه انسان میگه به ایمان باشد اگر این میگه وحشیه. یگانه انسان برادرای عزیز، ولی ببین همین ایمان همین اسلام بسیار آدم خوش رفتار میکنه، خوش اخلاق میکنه. ببینید بسیار خصلت های بد رذیله را همین ایمان اسلام ای وجود ما دور میکنه. همین اسلام یا ایمان بگیم آدم با رحم میکنه، بسیار با رحمت میکنه. ولی همین قصه را میخوانیم، بچه ابو جهل یکیش اکریمه نام داشت. اکریمه در آخر برادر عزیز بگیم در میدان جهاد جان به حق تسلیم کردگی. بچه ابو جهل اکریمش ایمان آورد، لیکن زمانی که همین بچه ابو جهل بود، حتی همو دو تا جوانی را که در جنگ احد عبدالرحمن ابن عوف حکایت میکنه در بخاری آمدگی، میگه وقتی دو جوان در پهلون بود که مقصد تخمین عمرهاشون با 15 بود، یک تاش میگه همو معاذ ابن عمر ابن جموح بود، یک تا دیگهش معاوض ابن افراء بود. میگه وقتی مرا گفتن که همین ابو جهل کدام یمی در همین دران ابو جهل کیه؟ عبدالرحمن نقل تورا ابن عوف. میگه ما دیدیم بچکو میده و ابو جهل رنگ یک درخت بود، او مقصد جنگاور بود، او خیلی بگیم بدبخت پهلوان بود. میگه گفتم چیکارش میکنین؟ گفت شنیدیم که همین پیامبر نازنین بسیار دقت میته، بسیار همین پیامبر از همون آزرده خاطره، میخواهیم که مقصد ما جزاش بتیم. بعد میگن نشان شوندم تو انامویی که میبینید تنومنده که جنگیده سه انامو ابو جهل. میگه همین دو جوان میگه یک باره به طرف همون دویدن. ولی برادرها ایمان یک چیز دیگر هم است که ایمان غیرت است.
و ایلا اکد تصور کنید که دو بچه همواره چی یک اصلا همین ایمان خودش یک انرژیه. دو جوان به طرف یک نفری که از او هر آدم هم با او نزدیک شدن ده حذر میکرد. همین معاذ بچه عمر میگه وقتی که من رفتم میگه با همون شدتی که زد میگه همون ابو جهل میگه ساقش پرید. تصور کنید که در ساق پاشزن میگه ساق میگه پایان شید. لیکن در پهلوش همین اکریمه بود میگه. اکریمه میگه بچنان میگه با شمشیر زد همین جوان میگه زد که حتی میگه دست ما همین کت میگه جدا شد. همین معاذ این معاذ در دوره حضرت عثمان دنیا گذشت. ها غیرت ببینیم برادرها که وقتی اکریمه میگه زدکم با همین دست جنگید. میگه در جنگ وقتی که می جنگیدم همین دستم خلال داد دیدم در یک پوسته کشورای تایپام دووندم کندم پرت افتم شد جنگ ما دوام دادم. همین اکریمه علی که همین اکریمه برادر وقتی که پیامبرمون مقصد اکو همه دیگه آرام شید مکه فتح شد در مدینه وقتی زنی اکریمه پیش پیامبر آمد گفت که همین طلب امن میخواهم برای شوهرم اکریمه اگر اجازت بدی همو بیاید اگر رحمه بی ایمان بی اسلام بی برادر عزیز پیامبر گرامی اجازت دادن. وقتی اکریمه برای ایمان آوردن آمد حضرت حجاج بلند شد خیز استقبالش گرفت مرحباش گفت حتی مرحبا گفت اکریمه آمد مقصد تسلیم شد مسلمان شد لیکن پیامبر چیزی با اون نگفت. و رحمه که برادر همی ایمان در اسلام ایمان و اسلام در آدم در انسان همی بگیم خصلت‌ها را پیدا میکنن. یا خود قصه میارن حبار ابن اسوده میگه وقتی همین زینب دختر پیامبر اراده هجرت کرده بود میگه حامله دار بود بنایزه میگه زد زینب ایتار اشتر میگه در زمین زد حتی همو بگیم شکمبدگیش یعنی فرزند بگیم ویران کرد. لیکن مادام ایمان آورد پیامبر همو حبارم بخشید. یعنی همه اینها برادرای عزیز فضل انامون نعمت دینه که الحمدلله برادرها در ما یک حقیقتا گفتی حضرت داملا آرامیش پیدا کردگی. یک قصه را خوندم یک دکتر به نام کاریل جای گفتگی یک دکتر بود است در امریکا. میگه من اصلا میگه مسلمان بود است این مرد. میگه همین وقت پیش می آمدن همین بیماری هایی که پیش می آمدن تشخیصشون میکردم اینا میگه یگان درد نداشتن لیکن اینها یک چیزی را گم کردگی بودن که انمی ایمان که گم بود آرامیش دمیو نبود آرامیش نبود. ما قرآن داریم که سوره رعد که الا بذکر الله تطمئن القلوب خداوند میگه باید من باشین من در شما آرامیش پیدا میکنم. انما میگم من همین در تجربه دیدم که همین مردم وقتی که آرامیش از حساب همین نرسیدن ایمان گم کردگی بودن. مادام همین که باشه برادرها ولی بینین همین قلم بیماری هست ما و شما آرامی میگیم الله مهربان خودش آورده خودش شفا میده نارام نیستیم ناراحت نیستیم ببینید اینقدر تشویش دارم نیستیم. همین ایمان هم ما را حتی توکل ما پیدا کرده با توکلی به الله داریم. برای این همه ای الحمدلله رب العالمین نعمت ایمان برادر عزیز. حتی بینیم برای ایماندار پیامبرمون میگه که ان الکافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه من الدنیا و اما المؤمن فان الله یدخر حسناته للآخره. بین حضرت میگه هرگاهی که آدمی بدین اگر احسان و خیر کنه. اون روز یک کس مرا سوال داد که بابای حاجی همین رونالدو همین مسلمانان را یاردم میکنه اینا فلسطین را یاردم کرد میلیون متر یاردم میکنه همین آیا همین رونالدو برای همین دادگی هاش پیش خداوند اجر میگیره یا نمیگیره؟ مردک میلیون دادیسته. پیامبر نازنین میگه آدمی که اگر به قرآن ایمان نداره با پیامبر
رسالتش ایمان ندارد. ببینید با قرآن ایمان ندارد. اگر بازم همی و احسان خیر کنه خداوند در عوضش ایمال دنیا میتش پول صرف که پولش میتن. لیکن در مؤمن برادرای عزیز عکسه. مؤمن وقتی صرف میکنه هم در عوضش پولش میتن هم ثواب ایره برای روز آخرتش ذخیره میکنه. یعنی اینجا درجه مؤمن برادر عزیز. برای همین خدا رحمت کنه جناب رومی را میگفت که قیمتی هر کالا میدانی که چیست، قیمتی خود را ندانی ابلهی است. تو میدانی که همی 1 کیلو ناک در بازار چند سومه، میدانی که همی کرتای میپوشیدگی چند سومه. وقتی تو قیمتی ای را بدانی و قیمتی مسلمان بودن و ایمان داشتن خود ندانی، این نشانه ابلهی میگه. نظر به سوی خود کن که تو جان دل ربایی، مفکن به خاک خود را که تو از بلند جایی. تو زی چشم خود نهانی، تو کمال خود چی دانی؟ چو دور از صدف برون آ که تو بس گران بهایی. عزیزا میگن تو بسیار مرتبه بلند داری، تو بسیار قیمتی بلند داری. یعنی تو مسلمانی، تو ایمانداری، تو پیش الله مهربان. بین من در آیت خواندم میگه روز قیامت 50,000 سال حساب اعمال ما میرفته. 50,000 سال این 50,000 سنه در آیت قرآن 50,000 سال قیامت حساب اعمالمون دوام میکنه. لیکن میگه این برای آدمایی هست که ای نعمت دین محرومن، ایمان محرومن. برای مسلمان میگه همین مقدار نماز میخونی چند دقیقه میره، در همین مقدار حسابت میکنه، حجت همیتد میره جنت نمیدرو. ببین الله مهربان چقدر مهربانی برای بنده مؤمن داره. او 50,000 ساله او آدمای را حساب اعمالشون میگیره که اونها از این نعمت برادرای عزیز نداشتن. ما و شما را که خدا داده شکرگزاریش بکنیم، زیرا این هم نفع دنیایی مونه هم نفع اخروی مونه. خداوند عاقبتمون را بخیر کنه. الله مهربان داملای ما را خداوند نگهبان باشه. که من راستی برادرها همین یک در ذهنم یا در تصورم یک چی میگذرد که میگم همین نفرهایی که مردم پند نصیحت میکنن اینها نه تنها غم دینشون میخورن، همین غم ملت میخورن، غم همین وطن میخورن، غم همین دیار میخورن، غم همین مردم میخورن. یعنی ماها هممون همین اهل نفرهایی که مردم موعظه میکنن، مردم نصیحت میکنن، دوست دارن که یعنی یک جا ما و شما باید در راحت نزد الله مهربان باشیم. ما دوستدار همیم که هیچ وقت فرزند تاجیکی ما مقصد مبتلای معتاد و مبتلای نشعه و مبتلای مقصد زنا و مبتلای عرق نوشی و مبتلای آدم کشی و مبتلای دیگر کارهای بد نباشد. همه همی حرکت ها ولی گوش کردید من خوری را همی دادم، گاه پس می شود گاه بلند می شود، گاه یک مقصد. همه همینا گفتی از زیر خدا بگفتم تلخ تا شیرین شوی زود. تلخ گفتم به خاطر شیرین شدن این جگان غرضای دیگر نیست برادر عزیز. برای خداوند همه طور نگهبان باشه. شما باید دعا کنید که خداوند در همین جامعه ما هیچ وقت یگان روز عصر ساعت به داعی و به دعوتگر نباشه. و ایلا برادرها اینها همون میگه چراغ هر دو عالم عالمان هم. و تحقیق عالمان شمع جهان هم. همین رنگ شمع همین سوخته است میسوزه و ببین روشنی شد شما ساده میبرین و خودش نابود میشه میره. لیکن شما مثال مردم منفعت یارا میبرین. برای عالم همینه برادر عزیز، واعظ همینه. خداوند خیرتون بده، الله عمرتون دراز کنه، ایمانتون کامل کنه و بازم خداوند همه ما و شما را در پناه رحمت و عصمتش نگه داره. سلام علیکم.